این ویدیو مخصوص کسایی که روی داو جونز اسکلپ میکنن. یه استراتژی طراحی کردم مخصوص داو جونز، وین ریت بالا، آر به آر بالا. بریم با هم یادش. استراتژی از دو تا اندیکاتور تشکیل میشه. اندیکاتور اول یک مووینگ اوریج 150 هست، متد اکسپوننشال و اپلای توی کلوز. اندیکاتور دوم رو هم انتهای ویدیو بهتون میگم. به این شکل کار میکنیم که به محض اینکه قیمت زیر مووینگ اوریجمون اومد و یک سیگنال سل زیر خط مووینگ بهمون داده شد، وارد پوزیشن سل یا فروش میشیم. حد ضرر نزدیکترین سقف به نقطه ورود و حد سود تو آر بار 1 به 3 رو هم میتونیم ازش بگیریم. برای پوزیشن خرید هم کافیه که قیمت بیاد بالای خط مووینگ اوریج، سیگنال خرید بالای خط مووینگ اوریج بهمون داده بشه، وارد پوزیشن خرید میشیم. حد ضرر نزدیکترین کف به نقطه ورود و حد سود تو آر بار 3 میتونیم ازش دریافت بکنیم. اندیکاتور دوم یک اندیکاتور دستساز هست که فایل نصبیش رو داخل شبکه‌های اجتماعیم گذاشتم، میتونید اونجا دانلودش کنید و نصبش کنید روی متاتریدر 5. و اگر شبکه‌های اجتماعیم رو نداری، فقط کافیه که این ویدیو رو لایک کنی، سیو کنی و عدد 40 رو زیرش کامنت کنی.